اون روز من در اینترنت یک مسلمان دیدم سبحان الله روزه داشت، یک گلاس یک بوتلکاو که یک توتنان گرفته بود، آمده در پیش قصر سفید، در پیش قصر سفید وقتی که شام میشه آذان میته الله اکبر، روزه خود افطار میکنه، همونجا نماز میخوانه. وقتی که پرسانش میکنه چرا تو کار کردی، میگه من پیام دارم برای مسلمان های جهان که چرا خوستین ببرین بیرق لا اله الا الله را در قصر سفید بالا بکنین. الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد